أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا
الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون تزني ومرد غلومی ساحرا مدامی که ندانی که زن است یا که مرد اینها غلام هستند ساحرا را اطاعت میکنند الله که اونها را خلق کرده است الله میفرماید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من نوفریدم جنها را و انسانها را مگر بخاطر آنی که من عبادت بکنند از الله شرم بکن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا معنی آیت قرآن نمیفهمی یگان بچه یادم دیگه باید تا کرسی میگه چی میگه یادم دیگه فاتحه را یادم دیگه بعد خیلی نمیدونی که خودت یا که زن هست یا که مرد نمیفهمش چند سال شده بدنی؟ 7 سال شد بچه خودت در اومدی بدنی؟ بچه خودتی؟ راست و چیزه جادوگره قطعا پیش بردن و آسان میشه از الله شرم میکنی که فردا که بمری پس آتش جهنم میره یک چند هزار سال شد مردن در باور نداره توی وقت میمردیم اگر مردن میشه یگان نزدیکانت نمرده یگان نزدیکانت نکشتن ده خاطرمون نیست نیدم همینجا کدام امنو جین دارم این آقای دارم درو گفتی ای جین دارم ایشان همش دارم ای جین داره او دو نداره شیطانی کردی ده الله شر نمیکنی شیطانی میکنی ندارم تخد جا شیطانی تو جین نیست شیطان است شیطان خواهی هم کاری دارم تو مرا به یه چیز با سال کنم البته را من کاری دارم یه چیز میشه فخر میکنی تو مرا با الله شر نمیکنی کاری تو نیسته
شي اورم شي جاب شي گپی کور برا کور اختا کردنگی ما اورم شي يجاب شي ما يجاب شي من چند کسی هست زور یادم تدو میرسه جاب شي بچه اورم شي جواب نمیتی ما. برم جوتی نزم ما اورم شي جاب شي تو بچه خاطر اومدی بچه خاطر اومدی کی بکرم خود تو این بچه مرو ما بچه خاطر آوردم میخواست که ما چه خلاص کنم پس ببرو اخی مدام که ترا نمیخواه چرا تو دو بدنی میدروی ما دایی در کوره ما در فرق نیست این میخواه نمیخواه ما دایی در کوره این شما را اطاعت نمیکنه این شما را اطاعت نمیکنه یا الله را اطاعت میکنه خیر الله را اطاعت میکنه الله را خلق کرده است اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت کنی الله و رسولش را بس هیچ کاری اطاعت نمیکنه من 1000 سال چند سال عمر دارم ای خدا گفتگی هم باور نکردم که من میره گوش میکنم اخی تو که مسلمان نیستی تو در کدام دین هستی نصرانی ها مدام که نصرانی باشی در دین نصرانی آیا اجازه میده که ساحری بکنی اطاعت کنی شیطانه نمیدونم که ما شیطان قطعا خورده شیطان امر میکنه ترا با کارهای فسق و فجور با کارهای بد که انسان ایراه بزنه خب ان الله چی میگه یعنی عمل کنه با عملهای صالح والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین هر کسی که عمل صالح میکنه پیرو اهل اصحاب پیرو پیغمبران میشه پیرو صالحیان میباشه زیاد است که اونها وارد جنت میشن با همراه پیغمبران و پیغمبران باور داری تو چه خیلی نصرانی هستی میگی با پیغمبر میگو در دین نصرانی با پیغمبر باور نداری شیطان ها قطعه میگه از الله شرم با شیطان قطعی کار نگی شیطان را تو مسلمان شه بله از الله شرم مسلمان چی فایده میگیری هر دو جنت میره اگر که دنیا کی گذشتی داخل جنت میشه اگر که جنتی معنی دنیا چی راحتی داری که شیطان اطاعت میکنی این همین راحتی است چی من کم دیشه دیستم چی کم دیشه دیسته ببین که 7 سال شد در بدن ای در 7 سال تیر از زوره داری که با همراه ما همکاری کن ایتر اطاعت نمیکنه همیست برای که ایمانش مستحکمه ماشاءالله خدایی که باور میکنه ما باورش ندارم انا خیلی تو مثال ببین که تو 1000 چند ساله این بچه یاش است 30 چند ساله است با خدا باور داره تو 1000 چند ساله با خدا باور نداری تو و میخواهی تو خودت متهمی این جوان مرد میکنی که این جوان مستحکمه ایمانی کامل داره یعنی با تو باوری نمیکنه با الله که الله او را خلق کرده است با او باوری داره که با تو باوری نداره خب از الله شرم بکن تو مرد کلانسال هستی تو نمیدونی که تو زن هستی یا که مرد تو چه رقمی فخر میکنی تو چه خیلی راحت زندگی را میفهمی که تو نمیدونی که تو زن هستی یا که مرد هستی مادامی که تو ندانی که زن هستی یا که مردی مادامی نام نسب نداشته باشی گیجه راحت کیفیتی زندگی است شیطان چی راحت میبینه ما هم خلقتیشم شیطان یگان راحتی نمیبینه خیلی راحتی را ندیدم ما هم خیلی از الله شرم کن الله را من ندیدم نمیدونم شیطان هم میبینه شیطان میبینی؟ با کدام شکل صورت میبینیشه؟ با کدام شکل شمایل میبینیشه؟ با کدام شکل؟ بله شکل بیزه ببین بیزه میبینیش فهمیدی؟ ببین که انسان چه قدر زیبا هستن نه؟ با زیبایی ما یه چیکار ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله شرم کن ببرو کدام سوره رو بخونم که تحسیرت میکنه چند بدن چند آدم بدی از بدن چند آدم برو اومدی یک کس هم میدونم کیره در عربستان بود ولی مرد نکن در بدن یوای بدی ابراهیم نام داشت ابراهیم داشت او چی کار میکرد تجارت در بدن یوای بدی با چه خیل برو اومده بدنی آقای مردک ما برام چند سال در بدن یوای بدی 13 سال تحكي بالعربي نمیفهمم عربی بتخيل كده بدني ما بديك عربي لا نفهمي دروغ میگون دروغو هستی کاری میدونی لعنتی خدا است با اون شخصانی که دروغو هستن شیطان دروغو است نمیته شیطان دروغت میکنه ترا فهمت میکنه چه وقتی ما دروغ کنم ما همکاری میکنیم چه تا خطی کسی همکاری میکنیم دروغش میکنیم ترا فهم میکنه که تو این کارو بکن تو میکنی تو را اطاعت میکنی تو مثل یک غلام هستی برای اونها غلام
اونها نه نام دارن، نه نسب دارن، نمیدونن چیکار کردنش. فرزند داری؟ فرزند داری؟ دی نمیفهمی، نه فرزند داری نه چی. این زندگی نیست. خب به بدن همگی دادم بودی، 1000 چند ساله هستی. همه دو آدمی که میشه فرمان داده بودن، همه دو آدم فرمان دادن. دیدی ترا فرمان دادن که تو برای این کارو بکن. تو با اختیار خودت کار نمیکنی. ترا ساحرا گرفتگی، غلام کردگی هستن. از الله شرم اونها را اطاعت نکن. از بدن خارج شه، جوان مرد عذاب نته. این بنده خدا است. این بنده ساحرا و بنده دیگه و دیگه‌اش نیست. شیطان اطاعت نمیکنه. الله را اطاعت میکنه. الله این را خلق کرده است برای عبادت خودش. خرچه که دو ماشیده جای نماز استدا نمیتونه. برای که تی شیطان با همراه جین شیطان ابلیس و دیگه‌اش آزارش میتونه که نمیمونش که نماز بخونه. آزارش میتونه. دست ما عذابش میتونه. دست ما اومده سایکو. الخچه شتو میتیم پشت سرش میره. چطور میتونه؟ الخچه چیه؟ یعنی من نحشتوش میکنم. کی باید خوندن نتونه. از الله شرم نمیکنی کار رو میکنی. فردا که شما که بمرین بعد چخیل جواب میتین نزد پروردگار که الله را خلق کرد. شیطان به چی خاطر الله رانید؟ از جنت بیرونش کرد. به چی خاطر؟ آیا نقل نمیکنه این کار را؟ ها؟ کی؟ شیطان. نه. نمیکنه. پرسش هم شیطانه. ما چی در کاره چی؟ پرسش برای خودت. برای ما چیزی که هست ما فورا ما زندگی دارم میشم. در بدن زندگی چی زندگی داری؟ چی زندگی راحتی داری که در بدنی؟ چی راحتی را میبینی؟ راحتی؟ ها. وقتی که طهارت میکنه عذاب میکشی. زورت میاد. ها؟ وقتی نماز خانیش دا گاه وقتی میگن که اگر بزن شکی نماز نخوان. بعد یک جای بدن شیته. در تمام تمام اعضای بدن شی. از الله شان بسم الله بگو خوری شه. لا اله الا الله و اسلام قبول که با همراه ما برادر شه. میشه؟ یه گفورا چند کسی هم بتگیره. گوش نمیکنی؟ و حقیقت فهموندن نمیتونن میشه. حقیقت فهموندن نمیتونن؟ ترکیب به دنیا آورد. ما کجا میدونم که به دنیا آورد. تو حتی ترا غلام کردگی هستن. ترا میدونی فهمیته تازه کردگی که تو در عقل هوشت فقط کاری است که انسان ها را باید ضرر بدی. اگر یک دم بیس فکر بکن که الله اینقدر مخلوقات خلق کردگی است. چه خیلی اینها را خلق کردگی است. از کجا شما پیدا شدین؟ با این کاری ندارم. چه خیلی تو کار نداری؟ چه با بنده خدا کار داری؟ با اونه که الله ترا خلق است با او کار نداری؟ با اونه که برای ظلم و ستم مردم مسلمان هستی با اونها کار داری؟ چرا؟ چرا میگم برای اونه که الله ترا خلق کرده است با این کار نداری؟ بکش تلفن تو. از وقتی نماز میشوه نه آرام آرام بیخته آمدی؟ چرا آمده؟ جای ما آمدی؟ جایش کی آمده؟ تو خواه آمدی؟ خطا آرام حس کن. خطا رنگ انسان وره رفتار بکن. رنگ حیوان، رنگ جین شیطان معامله نکده ایجا. خب؟ چی خاله؟ بسر مردم داد نزده ایجا. معامله خوب بکن. معامله خوب کردیسم. چه باید داد میزنی بسر یکی تلفن تا بکش؟ بکشان شد. تو کار چی؟ تو مطلب تو دیگه چیه؟ اومدی تو کار نموشه با تلفن با دیگه چیه؟ خب؟ مقصدی من؟ همین فرات هم همین برو میرم آدم قطعی. ببرای بدنی با برو بنو بچه جو میره برای. دیگه بدنی بر نگرد. خب؟ میشه با؟ ما بخدم ها؟ ما بخدم ازیاد کشتی. چی؟ ما بخدم خود آمدی؟ چند سالش در بدن تای؟ باید اولادوریم روی تاثیرش سخت است. خیلی نمیفهمم تا وقتی نماز آزاد میخونم. زنه که مرد؟ من کامپیره. یا گفت کامپیره؟ نه که پیش